چطورید بچه؟ چه خبر؟ اومدیم با سری برنامه‌های ویژه مدبویز و مدبیارزت. خوش اومدید بچه. توی این قسمت من تصمیم گرفتم که یعنی کلن از این به بعد یه چیزی که میخوام انجام بدم، یک سری از PS ها رو باز کنم براتون، یک سری از پروژه‌ای که زدم، پروژه‌های معروف، پروژه‌های اسمی باز کنم براتون و بررسی بکنیم که توش چیکار کردیم و چجوری مثلا از کجا شروع شده یه عکس خام رو تبدیل کردیم به یه کاور و کلا پروسش رو بهتون نشون بدم. و اینکه اولین پروژه هم که تصمیم گرفتم شروع کنم بچه‌ها پروژه هیتمن آرتا بود، چون ریلز شما گذاشتیم تو اینستا و از این به بعد پروژه‌ای که تو اینستا باز میکنم به شکل خیلی مختصر دیگه مثلا مفصل‌ترش رو توی یوتیوب باز میکنیم و با هم دیگه بررسی میکنیم. خب بچه‌ها دیگه سرتون رو درد نیارم، بریم سراغ اصل مطلب. مثلا پروسه این که از کجا قضیه شروع شد، مثلا کاور رو ما چجوری شروع کردیم، به کجا رسوندیم، ایده‌های اولیه‌اش از کجا اومد، همه اینا رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. خب برای شروع داستان اول اصلا بهتون بگم که خب عوامل پشت این کاور کیا بودن. یه شات اوت میدم به مجتبی، عکاس این پروژه که توی استانبول زحمت کشید و پروژه عکاسی رو توی وایت باکس توی بلک باکس انجام داد. و اینکه بچه‌ها این پروژه خب اونجوری که توی ریلز بهتون گفتم خیلی چالش داشت، چالش‌های زیادی، مثل اینکه اون چیزی که من می‌خواستم انجام بدم بچه‌ها اصلا اون چیزی که من تو سرم بود نشد. یعنی مثلا ما رفتیم یه ایده‌ای رو درآورده بودیم، ایده‌ای که یه دودزایی باشه که بزنه یه فضای دودزا بسازه، آرتا وسط دودا وایسه، لیزرها از دودا رد شده باشه، به صورت خورده باشه، آرتا به لباس خونی و زخمی یه اسلحه زیر گردنش بذاره، حالت خودکشی انجام بده. و این چیزی بود که ما چیده بودیم. عکسای اولیه این داستان رو بخوام بهتون نشون بدم بچه‌ها، همچین عکسایی رو میتونم بهتون از پروژه باز کنم که ما تقریبا اوایل کار خروجی که رسیده بودیم این عکس ها بودن که شما اگه نگاه بکنید به غیر از حال گریم خوبی که آرتا انجام شده روش و اون حالت خونی لباسش، اینا باز من نظرم کم بود. یعنی خونی که شما لباس آرتا دارید میبینید خب کمه. من یه ذره اغراق بیشتری تو کارم میشم، معمولا دوست دارم استفاده بکنم اغراق بیشتر تو کار، مثلا رنگ خیلی مثلا تیز، گریمای مثلا تو چش در، اینا باعث میشه کاور موندگار و تو چش باشه و در نتیجه کلیک خور بشه توی اسپاتیفای و پلتفرم‌ها. خیلی این قضیه مهمه که کاور شما کلیک خور باشه روی پلتفرم. در نتیجه من نیاز داشتم این عکس رو لیزراشو تو چش در بیارم، خونه رو تو چش در بیارم، رنگا رو تو چش در بیارم. بزرگترین چالش من این بود که بچه‌ها نگاه کنید عکس‌ها رو اصلا دود معلوم نیست تقریبا. دود یک المانیه که انگار مثلا وجود نداره تو تصویر، در حالی که من اصلا اتمسفر دود رو لازم داشتم. خب عکس‌ها رو اگه نگاه بکنید بچه‌ها می‌بینید که خب اتمسفر و عکس آرتا و مخصوصا اون گانی که دست آرتا که گان فیک هم نیست، ماکت نیست، یه گان واقعیه بچه‌ها، همه چی اوکی بود، ولی من مشکلم المان‌های تصویر بود. یعنی عکس‌های آرتا تو عکس‌ها رو اگه نگاه بکنید عکس‌های خوبی ان، عکس‌های قابل قبولی ان، داره باور رو القا میکنه. اون طرف مثلا همچین عکسایی که توی آلترناتیوهای کاور هیتمن استفاده شد و تو اسلاید استفاده شد، مثلا چین آرتا، اون گریم آرتا و اون عکسش واقعا کارو درآورده. خب ولی بحث این بود که من همچنان می‌خواستم المان اصلی لیزرها باشه، چون دوست داشتم اون حالتی رو نشون بدم که انگار چندین نفر روی آرتا دارن ایم میگیرن و هدفش دارن میگیرن. ولی خب من اصلا لیزر من تو تصویر نداشتم و لیزرها خیلی ضعیفن، لیزرها القا ندارن، لیزرها اصلا به قول معروف خیلی اصلا تو چش نیستن، اصلا نمیشه احساسشون کرد، باورپذیری نداره، بس حس نمیشه کردش. پس در نتیجه چالش ما این بود که این باگ ها رو رفع کنیم. این عکسی که دارید میبینید بچه‌ها کاور آرت ترک لیست آلبوم شد که اگه من بخوام بیفور افتر اینا رو بهتون نشون بدم، اون عکسی که در آخر دیدید تبدیل شد به، میبینید که ترک لیست همچین چیزی شد و من پی اس تی ترک لیست رو نمیتونم براتون باز کنم چون خودش پروسه جدا داره. من بیشتر میخوام تمرکز کاور اصلی باشه. ترک لیست اگه نگاه بکنید از اون عکس خام، از اون حالت عکسی که ما داشتیم اینجا که گردن آرتا رو، که اگه بخوام از ترک لیست داستان شروع بکنیم، ترک لیست داستان شما ببینید
پایه‌ام چسبید حاجی. اگه بچه‌ها بخوایم مثال بزنم از چیزی که ما داشتیم و چیزی که با تبدیلش می‌کردیم، این عکس آرتا رو نگاه کنید که ما برای ترک لیست انتخابش کردیم. عکسی بود که خب ما دوست داشتیم یک حالت مرموز بودنی از آرتا هم بده و دوست نداشتم که فیس آرتا خیلی واضح مثلا کل تصویر گردن از آرتا باشه به اصطلاح. پس من ترجیح دادم که کادر رو یه ذره ببرم سمت چپ، کادر بسته‌تر و اون طرف زاویه دارتر و متمایل‌تر به سمت راست داشته باشیم تا ترک لیست رو بتونیم سمت چپ بچینیم. که خروجی کار اگه شما بررسی بکنید می‌بینید که به همچین چیزی رسید. خروجی کار ما یک کادری از آرتا که خب غالبا صورتش کات شده، یه رنگ خیلی سوخته‌تر و دارکتری به کار دادم. تم رنگی و همونجوری که تو پالت رنگی این پایین دارید می‌بینید به سمت یه حالت سبز، خیلی هم سبز نیست، بین سبز و آبیه که یه رنگ خیلی حالت چجوری بهتون بگم، یه رنگی داره که انگار از تم فیلم‌های اکشن جان ویک برداشته شده. چجوری بهتون مثال بزنم، شما فیلم‌های اکشن رو ببینید، کلا کالر پالت‌های فیلم‌های اکشن رو ببینید، می‌بینید یه همچین خنکی داره که خیلی آبی نیست، چون اگه خیلی آبی بشه رنگ انگار احساسی میشه، ولی خب اگه یه ذره متمایل به سبزش بکنیم یه حالت اکشن میگیره صحنه. خب پس من این کارو انجام دادم و اومدم حالت سبز اکشنی به این ترک لیست دادم. وقتی شما این کارو انجام میدید میبینید که بچه‌ها همچنان لیزرها باورپذیر نیست. پس من اومدم آیکون لیزر دانلود کردم. آیکونای لیزر اضافه شد به آرتا و این لیزرها یه جوری رو صورتش انعکاس داده شد. دود اضافه شد، یعنی این دودا که اگه شما نگاه بکنید واسه عکس قبلو اصلا این دودا به این اندازه نبوده. دود اضافه شده، لیزر اضافه شده، به لباس آرتا خون اضافه شده. خونایی که به لباس آرتا اضافه شده رو دقت بکنید میبینید که یک سری لکه‌ها بوده که من دانلود کردم، اینا رو اومدم ماسک کردم روی یقه آرتا و در آخر هم چالش اصلی واقعی درآوردن کل این فوتومونتاژ بود که غالبا شما اگه بچه‌ها یه مدت کار بکنید میبینید که براتون سخت نیست این کار. بریم سراغ فونتی که من استفاده کردم. یه فونتیه که انگار مثلا رو سیستم مثلا فیلم‌های اکشن اگه دیده باشید یه حالتیه که مثلا انگار رو سیستم داره اطلاعات وارد میشه و من این قضیه رو خواستم انجام بدم و اصلی ترین چیزی که برام تو فونت مهم بود استفاده مستقیم از لوگو هیتمن بود. شاید مثلا بچه‌ها بگن خب لازم نبود این کار انجام بشه، ولی خب من می‌خواستم یه ارجاع مستقیمی به اون بازی و به اون لوگو بدم. پس برای همین لوگو خود هیتمن استفاده کردم که مشکلی هم نداشت و اصلا مشکل کپی رایتی تو ایران حداقل نداره. اگه بقیه این عدد گذاری‌های ترک لیست هم نگاه بکنید یه جوری در مسیر هیتمن پیش میره و در آخر هم فونتی که یه حالت انگار رو سیستم داره چاپ میشه همه چی به کار اضافه شد. پرنتال ادوایزری کارم من مودم بود قرمز کنم و نپرسید چرا، مودم بود دیگه، به هیچ کس ربطی نداره. خب بریم سراغ بچه کاور اصلی. کاور اصلی یکی از بزرگترین پروسه‌های فوتومونتاژی بود که من داشتم، چون اصلا کاور اصلی رنگش هم حتی این نبود و ما تقریبا همچین چیزی داشتیم برای کاور اصلی. من بخوام یه جوری قبلش رو، چون این عکس که الان من رو لایر 1 گذاشتم خودش لول و اینا خورده بوده و اگه بخوام نشونتون بدم می‌بینید که همچین چیزی بود. یه عکس را بوده، یه عکس راه که حتی مثلا سچوریشنش هم کمتر بوده، یا میخوام یه جوری مثلا مهندسی معکوس کنم برسم بهش، یه همچین چیزی ما داشتیم بچه‌ها. یه همچین چیزی داشتیم که خیلی ضعیف بوده، تقریبا همچین چیزی بوده که ما اومدیم حالا بر اول کار با لول و اینا اومدیم یه ذره عکس رو کنتراست دادیم بهش، رنگ بهش دادیم و یه حالت به این شکل در آوردیم. و مطمئن باشید بچه‌ها عکس اولیه ما اصلا این شکلی شارپ نبوده. ما مجبور بودیم بریم توی کامera را فیلتر و این عکس رو شارپ تر کنیم که مثلا با این کارهای ساده مثل تکسچر و کلاریتی و اینا شما میتونید عکستون رو شارپ کنید و اگر شما روش زوم بکنید میبینید که عکستون با اینکه کیفیتش ذره پایین‌تر بوده و این شات اصلا روی ویدیو اسکرین شات گرفته شده، چون ما ویژوالایزر رو اومدیم کاور رو انتخاب کردیم، باعث میشه که کاورتون شارپ تر بشه و کلا عکستون شارپ تر باشه که شما قبلش اگه نگاه بکنید میبینید که یه چیز این شکلیه، ولی خب اگه شما بیاید تکسچر و کلاریتی بهش بدید میبینید عکستون شارپ تر میشه. پس در نتیجه میتونید بهتر از این عکس استفاده بکنید. بعد اینکه این کار انجام شده بود ما حالا بریم بالاتر، میبینید که یک سری المان خون اول اضافه شده. المانای خونی که یک سری پی ان جی خون بوده که من دانلود کردم. پی ان جی خون رو من اومدم روی لباس آرتا اضافه کردم. اگه قبلش رو ببینید میبینید که بچه‌ها این همه روش فیلتر اومده. اگه من این فیلترها رو بردارم میبینید که اسمارت
فیلترها رو خاموش بکنم یه حالت خیلی مصنوعی میگیره و شما اگه دور نگاه بکنید یک ذره تو ذوق شاید بزنه. خب شاید مثلا نگاه مثلا اولیه خیلی معلوم نباشه. چرا؟ چون بازم اینجا ما یه افکت دیگه داریم. افکت بعدیمون چیه که من روی اینو آوردم و روی اسمارت فیلتر نیست؟ توی افکت بلند داستانه. بلند داستان رو بچه‌ها من آوردم وسط. من اگه من این کارو نکنم، اگه من بلند رو یا مچ بکنم با لباس آرتا، یه همچین پی ان جی خامی ما داریم. یه همچین پی ان جی خام می‌بینید روی سایه ها افتاده، اصلا یه حالت خیلی مصنوعی به کار داده. خب ما باید چیکار کنیم وسط؟ ما باید بیایم اینو با این روشی که من انجام دادم اینجا، ما بیایم اینا رو یه ذره حالتی بکنیم که انگار تو سایه ها کمتر معلوم بشه تاثیراتش و در آخر یه حالت مچ شده تر بگیره با خود چیز، با خود خونه رو لباس آرتا. و اگه بچه‌ها من میخوام دوباره چیزی هم بهتون نشون بدم، این خونه که شما دارید میبینید بلندش هم عوض شده. یعنی من میخوام بلند اینو بکنم رو بلند نرمال. میبینید ما در اصل همچین چیزی اولین چیزی بوده که ما دانلود کردیم. در اصل ما چیزی که داشتیم این بوده. پی ان جی اول ما از خون همچین پی ان جی به قول معروف تابلو زایه‌ای بوده که اصلا میدونین من به جای اینکه بیام 3 ساعت اینو حالا پاک کنم، اینا رو ماسک بکنم، اینا اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه کلیک ساده کردم، اومدم گفتم آقا توی شادو و تاریکی ها معلوم نباشه، اینا رو کشیدم دیگه، لازم نباشه 3 ساعت پاک کنم. یه تریک و یه شورت کات برام. خب اصلا کجی علمی نداره تو فتوشاپ. این چی میگم؟ همه اینا رو انجام شده تا اینکه این خونا نشسته رو لباس آرتا. بعد اینکه این خونا رو نشوندم، دومات اضافه کردن این دایره های چیه؟ این دایره های لیزره که اگه ما داریم لیزر انعکاس میدیم روی صورت و یه جایی، این دایره رو لباستون هست. خب پس من اومدم دونه دونه این دایره ها رو اضافه کردم. اگه شما الان نگاه بکنید، من اینجا رو یه زوم بکنم، اگه من اینجا رو زوم بکنم میبینید که این دایره ها رو من دونه دونه اضافه کردم رو دست آرتا و تعداد لیزرهایی که من اومدم اضافه کردم به کاور بچه‌ها خیلی روش فکر شده بوده. یعنی مثلا اینجوری نبوده من فقط بیام 4 5 تا لیزر اضافه بکنم به داستان. من هی بالا پایین کردم، یا 10 تا لیزر اضافه کردم خیلی زیاده، یا 5 تا اضافه 4 تا اضافه کردم خیلی کمه. این بحث تناسب که آقا مثلا سمت چپ لیزرها بیشتر باشه، سمت راست لیزرها بیشتر باشه، همه اینا چیزیه که من روشون حساس بودم تا کاور در بیاد. در نتیجه حالا با چیزی که با خودم کنار اومدم در آخر داستان این بود که آقا من در این حد لیزر کافیه. حالا که من این لیزرها رو اضافه کردم، فعلا اومدم لیزرها رو دونه دونه اد کردم. اولین لیزری که اینجا من اد کردم این لیزر بوده. شاید بگید خب این لیزر خیلی زاویه‌اش خوبه، چجوری اینو دانلود کردی؟ نه بچه‌ها، زاویه‌اش این نبوده. اگه من بخوام کنترل تی رو بزنم، روی لیر خود لیزر برم کنترل تی بزنم، می‌بینید که بچه‌ها اصلا لیزر اولش یه همچین حالتی بوده اصلا. خب من اومدم این قسمت خیلی تار و مصنوعیشو بردم سمت بیرون کادر، اینو انداختم و کوچیک کردم، دقیقاً نقطه اتصالشو بردم سمت چی؟ سمت اینجا و اومدم پاک کردم نقطه انتهای لیزر رو. بعد در آخر بهش چی دادم؟ در آخر شما اگه نگاه بکنید اول همچین چیزی بوده، یک حالت لیزر پیکسلی ما داشتیم. اینو از دور شاید خیلی معلوم نباشه ولی بچه‌ها مثلا واقعا میدونید یه ذره میدونید تو مخه. برنامه حقیقتا تو مخ بود. هم خیلی روشن بود که یه ذره تیرش کردم، هم یه ذره می‌خواستم تار بشه چون لیزرها تار معلوم میشن بچه‌ها. پس در نتیجه یه ذره اومدم تاریکش کردم. وقتی این کارو کردم با بقیه لیزرها همین کارو کردم. دوباره لیزر اضافه کردم، رو هم دیگه لیزرها رو بلند کردم، لیزرها که رو هم دیگه بلند کردم، دوباره اومدم تار کردم، دونه دونه لیزرها اضافه شده و بچه‌ها به مرور که این کارو کردم، لیزرها رو اضافه کردم، شروع کردم یه چیزی که حالا اصلا هیچ توجیه علمی نداره من چرا رندوم این کارو دارم میکنم، ولی کاری که کردم اینه که اومدم بچه‌ها گلو دادم. من بچه یهو وسط لیزر این کارو کردم، چیزی که فلبدا به سرم زده، اونم گلو دادم، یه حالت براق بودنی به لباس آرتا دادم که این یه حالتی مثلا وقتایی که شما دارید ادیت میزنید بچه‌ها، این گلوها باعث میشه که کاورتون زنده تر باشه، رنگا بیشتر توش باشن. بعد به مرور المان‌های لیزرهای دیگه اضافه شد، همونجوری که بهتون گفتم لیزرها که دونه دونه داره اضافه میشه اینجا همشون توی فولدر جمع شدن که بازم همه لیزرها نیست. بچه‌ها پی اس سی من خیلی شلوغه، من چون بچه‌ها کاور رو خیلی سریع میزنم، مثلا وقت برای مرتب کردن ندارم. همشو کلا دیزاینرایی که مثلا کار میکنم معمولا همینن، خیلی‌هاشون مثلا پی اس تی جمع نمیکنه طرف، بخواد مرتب کنه برای خودش داره کار میکنه، مگه اینکه بخواد برای کی بفرسته شروع میکنه فولدر بندی کردن. ولی خب اگه جایی بعدم بچه‌ها چون انقدر لیر زیاد داریم ما باید اینا رو فولدر بندی بکنیم برای اینکه قاطی نشه، مثلا بتونید تشخیص بدید. به مرور لیزرهای دیگه اضافه شد بچه‌ها، میبینید که کلی لیزر اینجا هست که من اینا رو تازه استفاده نکردم. اینا همه لیزرهایی بوده که استفاده نشده. به مرور لیزرهای دیگه اضافه شده، به مرور لیزرهای دیگه لیزر اینجا بود
یه لیزر اینجا بود که بچه‌ها همین لیزری که اینجا اد شده شما نگاه بکنید، این انعکاسی که من روی گردن آرتا انداختم خودش چالشی بوده، انقدر راحت نبوده. خیلی‌ها میگفتن آره با بلندر لیزر انداختم، شما بلندر لیزر انداختم خیلی مصنوعی شد و واقعا درد نمی‌خوره و ترجیح دادم با همون فتوشاپ کارو در بیارم. و بازم می‌بینید لیزر اضافه شده و فکر کنم تعداد لیزرهای کاور همین بود. آره فکر نمی‌کنم یه لیزر دیگه باشه، یه سری لیزرام خاموش کردم و می‌بینید که بچه‌ها این خب مثلا لیزر اضافه‌ای بود که من اینو حذف کردم اگه اشتباه نکنم کاور. و می‌بینید که بچه‌ها اگه شما از دو تا المان مشترک لیزر رو هم استفاده بکنید چقدر خروجی کارتون طبیعی‌تر در میاد. اگه من این یه دونه رو فقط می‌ذاشتم بچه‌ها اصلا این لیزر خوب در نمیاد، ولی نگاه کن یه دونه دیگه روش گذاشتم می‌بینید که چقدر لیزر مثلا باورپذیری و اون حالت عمقش بیشتر شده. خب بعد اینکه این کارو کردیم بچه‌ها اضافه کردن دود بوده. دودی که ما اضافه کردیم یه دونه کلا پی ان جی دود بوده. یعنی من یکیشو بیارم بیرون ببینید، خب همین یه دونه پی ان جی دود بود که نزدیک 20 بار کپی پیست شد رو هم دیگه، فقط تو حالت‌های مختلف توی مثلا شکل‌های مختلف جابجاش کردم، زاویه‌شو عوض کردم و کلا این باعث شد ما بتونیم از یه دود بتونیم یه فضای دودی استفاده کنیم، به جای که بریم 20 تا دود دانلود کنیم یا یه دونه پی ان جی بزرگ دود دانلود کنیم. دودا رو خودم بچه‌ها رو هوا تخص کردم که مثلا نگاه کنید از پایین به بالا بریم می‌بینید که چقدر من پی ان جی دود اینجا مس کردم، اوپاسیتی‌هاشون رو عوض کردم، وضوحشون رو عوض کردم، بلنداشون رو عوض کردم. کلی از این دودا رو هم دیگه چیده شد تا اون فضای دودزای اولیه رو به ما داد. فعلا تا اینجا کافیه بچه‌ها. خب این چیزی که ما تا انجام دادیم صرفاً چیدن لیرها و به یه بیس اولیه رسیدن واسه ما. چون ما در آخر باید اینا رو طبیعی کنیم، اینا رو باید ریلستیک بکنیم، مونتاژ کنیم. خب هنوز مرحله مونتاژ نرسیدیم. اگه همین رو نگاه کنید خیلی خامه کاور. خب پس در نتیجه باید چیکار بکنیم؟ اولین کاری که شما توی مونتاژ کردن باید انجام بدید نورپردازی درست و ریلستیک روی آبجکت هاتونه. یعنی چی؟ یعنی این من گفتم اگه از بالای نوری به آرتا زده، یعنی شما بچه‌ها اینجا باید فیزیکتون خوب باشه. خب الان این نوری که اینجا به من داره میزنه، الان مثلا این من صورتمو اینوری کنم، خب اینورم روشن‌تره اینورم تاریک‌تره. اگه این نور از بالا به من بزنه من باید اینجام روشن باشه، اینجام سایه بشه، چشام یه ذره سایه بشه، زیر دماغم دوباره سایه بشه و دوباره زیر گردنم تیره بشه و بدنم دوباره روشن بشه. این چیزی که خودتون باید تصور کنید. اگه همین الان مثلا فرض مثال من بیام یه گوشیمو بده بچه‌ها، اگه اینجا نگاه کنید، اگه من همین الان این نور بالا رو خودم بندازم، خب این نور رو ببینید، اینو فعلا بیخیالش، مثلا من اینو فعلا کاری ندارم. خب من اگه الان من این نور رو دارم میندازم رو خودم، این نور داره پیشونی من رو روشن میکنه تا لباسم. خب زیر گردنم، زیر دماغم، چشم مثلا بردارم، خب چشم تیره است، تاریکه. وقتی این شکلی داره میشه یعنی ما باید این سایه ها رو بسازیم. اگه ما این سایه ها رو نسازیم، روشن کنش، خب اگه ما این سایه ها رو نسازیم باعث میشه بچه‌ها مصنوعی بشه کار. پس ما چیکار کردیم؟ اول اومدیم یه انعکاسی رو از بالا به آرتا دادیم. اول اومدیم یه انعکاس نوری و یه برایتنسی رو از بالا به آرتا دادیم برای اینکه یه ذره این حالتی که این نور از بالا بهش زده روشن‌تر بشه و در نتیجه اومدیم اطرافش رو تاریک‌تر کردیم. چرا؟ چون ما این نوری داریم و مرکزگرا داره ما میزنه، پس ما باید اطرافو تاریک‌تر کنیم. فعلا تا اینجا من این زیر فک آرتاو که تاریک کردم جلوتر انجام دادم. چرا؟ چون هنوز از نظرم باید یک سری المان دیگه اضافه میشد. مثل چی؟ مثل برایتنس لیزرها، مثل انعکاس نور لیزرها رو صورت آرتا. میریم سراغ نورپردازی لیزرها روی آرتا. خب هیچ نظم و قانونی هم نداره که مثلا کدومو اول انجام بدید. خب میتونستم من نور رو آخر سر بدم، ولی خب من یهو فل بدار بسنم زدم این کارو انجام بدم. پس چیکار کردم؟ اومدم با براش زدن لیزرها رو یه ذره باورپذیرتر کردم. میبینید شاید مثلا خیلی جزئیات کوچیکی باشه، ولی خب این جزئیات داره باهات صحبت میکنه تو کاور، بعداً میفهمی جزئیات چقدر تاثیر داره. به مرور لیزرهای دیگه اضافه شده، اومده یه نور بزرگتری به صورت آرتا انعکاس داره میده به فضا. خب این نور داره انعکاس پیدا میکنه. شما وقتی عکاسی دارید میکنید، دارید عکس میگیرید، یه نور سفیدی بخوره به لباس سفید، این نور برق میزنه. من این برق زدن رو دارم میسازم. خب و در آخر برق زدن نورهای لیزر که اصلا شاید خودم وای نگفته که زیاد دقت نمیکنم ببینم، آره زیاد واقعا یه ذره تاثیر داره بچه‌ها. اگه من نور این لیزرها رو بیشتر کنم، براشی که رو لیزرها زدم و بیشتر بکنم، میبینید که بچه‌ها یه ذره لیزرها داره برق میزنه، داره تو فضا خودشون رو تفکیک میکنن. هدف من این بوده که لیزرها تو کاور خیلی تو چش باشن. پس برای همین من اومدم یه دونه لیر دیگه بهش اضافه کردم که این لیزرها بیشتر تو چش باشن و در نتیجه در آخر هم یک ذره انعکاس نور
رو صورت آرتا رو با لیزرها داریم که بچه اونقدر ریتوشش نیست، ولی شما همین جزئیات ریز هم واقعا مثلا باعث میشه که یه ذره باورپذیرتر بشه لیزراتون. اگه من بخوام قبل این قضیه رو بهتون نشون بدم همین چیزی میشد. میبینید بچه‌ها تاثیر براشو میبینید، نورها دارن انعکاس میدن به دوربین. من همچین چیزی خواستم بسازم. وقتی این کارو که انجام میدی یه دونه من اومدم کاور رو بچه‌ها فید کردم. چرا من فید کردم؟ به خاطر این حجم از افکت کنتراستی که این بالا ما داریم. همه اینا رو هم جمع میشه کاور رو به شکل عجیبی کنتراست میداد. ولی یعنی من در آخر این کارو انجام دادم، یعنی چیزی نیست که من بخوام اگه الان انجام داده بودم، نه، من این افکت رو دادم، دیدم کاور خیلی کنتراستش رفت بالا، اومدم یه ذره فید کردم در آخر. خب حالا بهتون نشون میدم جلوتر. و در آخر چی اضافه شده به داستان؟ یک سری دوباره دود دیگه‌ای به تصویر اضافه شده که این دودها هم دوباره این تصویر داره عمق بیشتر میده. بچه‌ها تا قبل افکت های نوری و تکسچر ها ما همچین خروجی داشت که اگه من بخوام این خروجی رو یه بیفور افتر نشون بدم رو عکس اصلیمون، یه همچین حالتی میشه که من میبینید که چقدر المان به تصویر اضافه شده، کلی المان اضافه شده، ولی نور پردازیمون خامه، هنوز تکسچرها خامه، هنوز کالرمون درست نشده. اینجاست که میریم سر کالر گرید، تکسچر و در نتیجه یه حالت بافت نوری آخر کارمون که قراره به چه سمت بیشتر تمایل داشته باشه. و در آخر پرنتال ادوایزری و فونت و تکست و لوگو که اون آخر کار میاد. اولین چیزی که به تصویر اضافه میشه یک نویز گرانج روی حالت لایتن که اگه نویز شما ببینید میبینید که نویز چیزی نیست، صرفا یه بافت نویز داره میده. چرا من این کارو کردم؟ چون که بچه‌ها من نمیخواستم دون بشه تصویر به اصطلاح، من بالا قراره دوباره نویز اضافه بکنم. خب پس من یه نویز خیلی نرم بهش دادم، یه نویز خیلی نرمی که صرفا بافت نویز رو به ما بده و تصویرمون رو دوباره فیدتر کنه. اولین چیزی که اضافه کردم نویز شارپ به تصویر بوده که بازم بچه‌ها نگاه کنید میبینید تصویر فیدتر شده. شما بگید خب چرا من دارم این کارو میکنم؟ چون این دوتا فیلتری که دارید میبینید، برایتنس، کنتراست، به شکل عجیبی برایتنس تصویرتون، کنتراست تصویرتون رو بیشتر میکنن که به زودی من اینا رو همه رو توی دونه پکیج قراره براتون بذارم و در اختیارتون قرار بدم که کلی اسست کنتراست و کلی کالر کنتراست و همه چی واسهتون هستش، میتونید استفاده کنید. از لیزرها همه چی، هر چیزی بگید من تقریبا اون پکیج دارم براتون میذارم. PSC به اسم PSC مد پک که این PSC واسهتون خیلی میتونه به کارتون بیاد. کلی تکسچر، کلی کنتراست رنگی، کلی LUT، کلی کالر گرید، گریدینت مپ، همه چی توش داره. و در کنار اون حالا اون پکیجا بچه‌ها من PSC خود هیتمنم توی کانال تلگرام گذاشتم که حالا لینکیناش هم تو تصویر میاد، تو دیسکریپشن هم گذاشتم لینکو، میتونید برید تو کانال تلگرام جوین بشید، PSC رو ببینید، استفاده کنید، اسستاشو بردارید و اینکه ان شاءالله به دردتون بخوره توی پروژه. و اینکه بچه‌ها بعد که نویز رو دادیم، خب میریم سراغ اصطلاح ویگنت یا اینکه به اصطلاح حاله نور اطراف که یه حالت سینماتیکی به تصویرتون میده که دقت بکنید فیلم‌های سینمایی، عکس‌های سینماتیک خیلی حاله تاریک اطرافش داره. خب که اونو یه ذره اضافه کردم. بعدش میریم سراغ CC تو پک مد پک که شما می‌بینید این پکی که من بهتون میدم یک سری پکیج CC LUT داره که شما میتونید توش کلی از این پک‌ها، از این پالت‌های رنگی نوری، کلی افکت رنگی نوری اینا استفاده بکنید. که من چیزی که خودم از این پکیج انتخاب کردم تقریبا از هر کدومش یه ذره برداشتم. اینا شامل کالر گریدهای پیچ فرضی هستش که رو سیستمتون میتونید با هم ترکیبشون کنید به یه کالر گرید خیلی خفن برسید. و اینکه بچه خیلی به دردتون میخوره، اینو واقعا اینو از دست ندید، خیلی کارتون رو راحت میکنه. بچه‌ها که 3 ساعت بشینید کالر گرید بکنید، میتونید با 3 تا پریست پیش فرض اینا رو ترکیب کنید و به خروجی خوب برسید. چیزی که من از همشون برداشتم میبینید بچه اوپاسیتی مختلف، 30% از این، 8% از این، 71% از این، قدم به قدمش رو بخوام بهتون نشون بدم. البته من چون یه سری لایراشو بازم خاموش کنم که قاطی نشه، اگه من بخوام قدم به قدم این پریست هایی که روش استفاده شده رو بهتون نشون بدم، اول اومدم یه حالت قرمزی بهش دادم، بعد اومدم یه ذره تیره ترش کردم، بعد اومدم یه ذره دوباره ببینید روشن‌تر، برایتنس بیشتر، شادوهای بیشتر، تاریک‌تر، دوباره تیره‌تر، دوباره بازی هی بهش رنگ اضافه شده، کنتراست رنگیو که بیشتر کردم، بعدش اومدم هایلایت‌ها رو به سمت آبی بردم، یه ذره فضا رو دراماتیک‌تر کردم، هی بیشتر شده، قبل و بعدش ببینید چقدر تاثیر داره.
یه ذره رنگادار بهتر میشه. و در آخر دوباره اینم توی پکیج بهتون میدم 100% پیدا میکنید، یک سری پکیج کنتراست و برایتنسه که توش کالر بالانس و فوتو فیلتر و کلی چیز میذاره که اینو باعث میشه تصویرتون یه ذره همچین حالت یه دستی بگیره. یه همچین حالت یه دستی که تصویرتون بگیره بچه‌ها، خب باعث میشه که کل المان هاتون انگار روش فیلتر میاد و تصویرتون یک دست‌تر میشه. انگار با هم دیگه بچه‌ها مثلا دیدید مثلا دارید غذا درست میکنید، آخرش ادویه‌ای هست رو غذات میزنن که باعث میشه کل اون مخلفات غذات با هم دیگه مزه بگیرن. این همون قضیه است. ادویه آخر کار، این همون سس آخر کاره. این همون ساسیه که بچه‌ها هر کسی تو دیزاینری واسه خودش یه دونه ساس داره. خب و من این همین سوسی که بهتون دارم میگم و دارم در اختیارتون میذارم به اصطلاح که شما میتونید اینا رو تو کاراتون استفاده کنید و ببینید چقدر تاثیر میذاره، چقدر کارتون رو در آخر یک دست میکنه. خب و در آخر یک فولدر دیگه که این حجم از فیلتر روشه رو کار میاد و این فیلترها فقط فیلترهای کالره و فقط من هدفم این بود که همچین حالت مشکی خیلی تیره کاور رو ببریم به سمت یک حالت سرمه‌ای و آبی، مثل کاور آلبوم فیوچر و مترو بومین، مثل کاور ویدون تراستیو یه حالت سرمه‌ای تو تیرگی داشته باشه و با رنگ قرمز ترکیب بشه. و در آخر که بچه‌ها این کار انجام شد، در آخر که این قضیه انجام شد، من فقط بذار یه ذره بدون عینک ببینم میگم آره به همچین کنتراستی رسیده بودیم. در آخر من حالا مثلا فکر کنم تو این PS3 نباشه ولی تو خروجی خودم در آخر من یه ذره فید تر کردم تصویر رو و یه همچین خروجی شد در آخر تصویر. آره یه همچین فیدی تصویر رسید که در آخرم بچه پرنتال ادوایزری هم اضافه شده تصویر و همین. اینم چیز خاصی نیست، این لیر اضافه است. خب به این شکل ما به کاور فاینال رسیدیم. خیلی بچه‌ها کار سختی نبود ولی فقط طول کشیده، صرفا یه سری جزئیاتی بوده که من خودم روشون حساس بودم که در آخر همین جزئیاته که بچه‌ها باعث میشه شما تو کارتون یک ذره تفاوت داشته باشید نسبت به بقیه. مثلا من منظور خودم ندارم، کلا دارم میگم. من اگه مثلا بچه‌ها میبینید که پروژه با آرتیست ها دارم میزنم، بچه‌ها مطمئن باشید سر همین جزئیاتی که من واقعا روشون حساسم و این همه لیری که من روی تصویر میچینم تا اون چیزی که میخوام برسم، مطمئنم خیلی از همکارای من این قضیه رو دارن انجام میدن. شما هم باید انجام بدید. و در آخر یه بیفور افتری هم میخوام دوباره داشته باشیم نسبت به کار. شما همچین چیزی میتونید ببینید که چقدر بچه‌ها کاور عوض شد. نور پردازی که ما بهتون گفته بودم که نور به پیشونی میزنه بعد میخوره به لباس، اون تیرگی گردن، اون انعکاس نوری که روی لیزر رو انجام شده، روی دودها انجام شده، همه اینا فقط با همین لیرایی که بهتون گفتم انجام شده. خب من در آخر بخوام یه سری اصلاحاتی هم روتون بهتون بگم در رابطه با این PS3، این که مثلا شاید خیلی سوال باشه براشون که اما چجوری ما اومدیم این دود رو قرمزی بهش دادیم. همچین قرمزی ما به این دود دادیم که بچه‌ها اگه شما یه نگاه بکنید به خاطر اینه. بچه‌ها نگاه کنید به خاطر اینه. خاطر همین سه تا هایلایتی بود که بهتون سه تا براشی بود که گفتم روی لیزر زدم. برای این بود که من اومدم لیزر رو روی حالت اوورلی مثلا گذاشتم بچه‌ها که من اینا رو بعداً بهتون یک سری آپشن‌ها قرار میدم که اینا رو یاد بگیرید. من همه رو نمیتونم توی ویدیو بهتون بگم که این ویدیو رو که دارید می‌بینید اینا داره روی دودمون تاثیر میذاره. همین جزئیات کوچیکیه که باعث شده که این کاور یه ذره ریل باشه مونتاژش. در آخر ما به همچین خروجی رسیدیم. و اینکه بچه‌ها در کل من به زودی فعالیت یوتیوبم بیشتر میشه و اینکه به زودی کاورهای بیشتری قرار براتون باز بکنم و دوست دارم که بچه‌ها دورم یه جمع بشیم، بگیریم ایکس شیر بگیم، کاورها رو ببینیم، بخندیم و هم یک سری چیزا رو شما یاد بگیرید و اون طرف هم منم یه سری چیزا رو دوست دارم باهاتون به اشتراک بذارم و امیدوارم براتون مفید باشه بچه‌ها. و اینکه بچه‌ها واسه پروژه بعدی هم حتما پیجمو برید ببینید بچه‌ها. دوباره حالا پیجم برای کسایی که شاید از یوتیوب دارن با من آشنا میشن، پیج و آیدیشو تو صفحه و دیسکریپشن براتون میذارم. پیج رو برید فالو کنید، ببینید، بررسی کنید ببینید کدوم کاور رو دوست دارید براتون باز کنم. اگه PS3 شد موجود داشته باشم با خودم باز کنیم ببینیم و اینکه همین استفاده شما بکنید، همین که دور هم ایکس شری هم دیگه بگیم دیگه. همین در کل که عشقی بچه‌ها، دیگه سرتون رو درد نیارم. خوشحال شدم. به زودی اپیزود بعدی هم میذارم. پیج رو فالو کنید، هم دیگه داشته باشیم. سکس از سر کوس.